الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد، برادران اهل اسلام و خواهران گرامی قدر، همه شما را به این روزی که خداوند به ما شما نصیب کرد از خداوند خواهانی هستم که خداوند موفق ایمان نصیب روزی ما بگرداند و هر کسی به این کانال ما آبونه میشه از درگاه خداوند او را خواهان هستم که این هر صحبت میکنیم خدای مهربان ایمان ما و شما را قوی بگرداند و از بنده امروز تصمیم گرفته است اندکی هم باشد به علم اندکی هم داشته باشیم از خداوند خواهانی هستیم که اول الله متعال ما را ایمان قوی نصیب روزی بگرداند و دوم اینکه هر بنده ای که هر موفقی که در ایمانی خود دارد خداوند مهربان موفقش بگرداند، ایمان کامل نصیب بگرداند. و امروز تصمیم گرفتیم اندکی درباره دعا با شما برادران و خواهران عزیز پیشکش کنیم که دعا هم یک چیزی مهمی است که خداوند متعال 1440 سال پیش به ما و شما پیروان خود می‌فرماید: استعیذ بالله ادعونی استجب لکم. خداوند میگه مرا یاد کنید، مرا بخوانید، مرا فریاد کنید، دعای شما را فریاد شما را من مستجاب میکنم. همیشه باید بنده دعاگو به درگاه پروردگاری که بی نیاز است، پروردگاری که از پدر و مادر ما را بسیارتر دوست می‌دارد دست برداشته و دعا کنیم. و دیگر اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گوهربار خود می‌فرماید: الدعاء سلاح المؤمن. دعا یک اسلحه، یک یراق مؤمن است، یک شمشیر مؤمن است. امروز ما و شما مسلمان ها پراکنده شدیم، ضعیف شدیم، فقط در بین ما و شما یک چیز غریب مانده است، این دعا است. باید دعا را دست کم نگیریم. بعضی وقت با اخلاص به نیت نیک دعا میکنیم خدای مهربان از چه مشکلات های ما را نجات میده. اصلا دعا این زیبنده مؤمن مسلمان واقعی است. هر کسی که دعا نکند به درگاه پروردگار الله او را دوست نمی‌دارد. باید ما همیشه راز نیاز ما به پروردگار خود کنیم. انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث روایت میکند، میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت مشکلات هایی که بالاش میومد، مشرکا او را رنج مشقت که میدادند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو میگرفت و جای نماز هم میپرتافت، نماز میخوند، بعد نماز دعا به درگاه پروردگار خود میکرد، همه راز نیازش به درگاه خدا میکرد. باید ما هم این تعلیم پیامبر گرامی اسلام هم بگیریم. امروز مسلمان ها چی در مشقت چی در مصیبت هستند. امروز نمیتونیم به یک خیل برادر یاردم کنیم، به پدر مادر بهترین یاردم کنیم، بهترین خوبی را به اکا و خواهر خود کنیم. نه که همیشه باید حق شو دعاگو باشیم. همیشه باید دعا کنیم که الله متعال دائما بنده غریب مستجاب بگرداند. و دعا برای خود شرط مهمی دارد برادران. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربار خود می‌فرماید: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه خدا را دعا کنید، به درگاه پروردگار فریاد راز نیاز کنید، که فراموش نکنید که امت من وقتی که دعا میکنید دلتونم بس سوی زبان تو به درگاه خدا معلق کنید. مقصد به زبان تو دعا کنید تا دل تو در دیگر فکر باشد، فکر عقیده تو در دیگر چیز باشد. خداوند این گونه دعا را از بنده غافل، از قلب غافل اجابت نمیکند. به همین خاطر وقتی که دعا میکنید فکرتون دلتون همیشه به سوی پروردگار، به یک راز نیاز به الله متعال دعا کنید. ان شاء الله که خداوند دعای شما را مستجاب میکنه. خداوند شما را از رحمتش ناامید نمیگردد. و چه خاطر امروز اکثریت مسجد ها میریم جامو نمیرسه، همه پرشیده است، همه بندای خدا دعا میکنه خدا باران رحمت چه نمیته، یا رزق روزی فراوان از وجه حلال بر ما نصیب نمیکنه، یا تنجی امانی نمیکند، یا کافرها را برای ما مسلط کرده. به خاطر که ما دعا به اخلاص نمیکنیم، دعا از صدق دل نمیکنیم. محمد اقبال که عصر شاعری اسرای 20 هسته او قینک گذشته است، خدا رحمت مغفرت کنه، میگه شب بگریستم پیش خدا زار زار. میگه یک شب پیش پروردگار گریستم که برو چرا خارند و زارند مسلمان ها.
گفتم خدایا چوی مسلمان ها خارند، در مونده هستند، پیشی دارن خریستیان یهود و نصارا دارن محتاج دن کار میکنن. ندا آمد و گفت نمیدانی دل دارند و محبوب ندارند. اینها دل دارند میگه محبوب ندارند. محبوب الله باشیم الله ما را تنها نمیگذاره. دیگه که قرآن چی میگه با ما؟ قرآن با ما صحبت میکنه، میگه هر کسی که از پروردگارش به پروردگارش ایمان بیاوره و تقوا را پیشه خود کنه، الله میگه من درهای رحمت برکت ما بر اونها گشوده میکنم. هر جا که باشیم باید به پروردگار خود راز نیاز کنیم، همیشه دعا کنیم. الله متعال در قرآن عظیم شان چی میفرماید؟ استعیذ بالله و من یتق الله، هر کسی از پروردگارش میترسه یجعل له مخرجا، خداوند مهربان میگه من روش مشکلات چیکار میکنم خلاص میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از راه به اون بندم رزق میتون که بندم او راه نمیدونه. انسانی با تقوا همیشه دعا میکند برادران. پیامبر گرامی اسلام از بعد نماز عصر تا نماز شام اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیان میکند، میگه 70 مرتبه، در بعض حدیث 100 مرتبه میگه استغفر الله، میگه به درگاه پروردگار طلب مغفرت میکرد. از نماز عصر تا نماز شام پیغمبر خدا سلام به بعض روایت 70 مرتبه، به بعض روایت 100 مرتبه طلب استغفار به سوی پروردگار میکرد. بهترین استغفار اینه که بنده بگوید استغفر الله الذی لا اله الا انت حی القیوم و اتوب الیه. این استغفاری است که اگر بنده در یک روز 100 مرتبه این را بگوید، از اون در بنده بهتر در روی زمین نیست. ای برادر، ای خواهر که صدای ما بنده های گناهگار را میشنوید، همیشه استغفار را در بین خود جاری کنید. الله اون قوم را که دو چیز در بینشو باشد اونها را عذاب نمیکند. اون دو چیز چی است؟ یک نبی است، یک پیغمبر است. امروز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما نیست، نیکی یک تای دیگرش هست. اون چی است؟ اون استغفار است. اون طلب مغفرت کردن به گناههای خود مو هست. برادران بیدار شه، همیشه به درگاه پروردگار دعا کنید، دعا را دستی کم نگیرید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث مبارک میفرماید الدعاء مخز العباده، دعا مخز عبادت است. همیشه دعا کنید. به همین خاطر در بعض روایات میخونیم اصحاب پیامبر چیکار میکردن؟ در سجده کردن بسیار دعا میکردن، به خاطر که سجده بسیار به خدا نزدیک شدن است. حالت سجده بسیار به خدا نزدیک شدن است. همیشه دعا کنید، همیشه دعا را در زندگی خود تعلیم بگیرید. در هر مشکلات می افتید پیش پروردگار دعا کنید. بگه الله متعال ما به جز تو کسی نداریم، غمخوار نداریم، عفو کننده و مهربان نداریم. قسم به خدا پدر و مادر بر ما نیکی میکند، نیکی های پدر و مادر در نزد پروردگار اندکی است. الله متعال به حد نیکی به ما میکند. نعمت هایی که الله به ما و شما داده است، اگر شبانه روز دعا کنیم طاعت بندگی الله کنیم باز هم کمه. به همین خاطر بنده سخن بسیار نمیکنم، همین قبل سمع شما میرسونم که در هر گوشه و کناری که باشید به خود دعا کنید. و دعا با خودش سبب ها دارد. یکم که قلب به حضور دل بیاره، همین دلی که دارید به حضور زبان بیارید. وقتی که دعا میکنید با زبان تو چیزی میگه، دلتونم در فکر همو باشه. دیگر اینکه با وضو کرده همیشه پای به طهارت باشه. دیگر اینکه رو به قبله ایستاده دعا کنید. دیگر اینکه همیشه وقت بعد تلاوت قرآن از سوی پروردگار دعا کنید، همیشه به خاطر وقت اجابت شدن دعا است. دیگر اینکه روز جمعه دعا کنید. دیگر اینکه بعد اذان و بین اذان و قامت دعا کنید، خدا دعاتون مستجاب میگرداند. دیگر اینکه وقت اجابت دعا است، این نما بعد نماز شب است. شب خیز که عاشقان به شب راز گویند، گردی دری بام دوست پرواز کنند. هر جا که در بود به شب در بندند، الا در دوست را به شب باز کنند.
به هم خاطر شبایی که خوابتو نمیبره کاراتو آسان برادرانو خیزه 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت نماز خونه، بعدا به درگاه پروردگار دعا کنید و در حق خودتو دعا کنید و در حق اسلام مسلمین دعا کنید، در حق پدر و مادر تو دعا کنید و در حق مسلمان های مستضعفی که در روی دنیا هستند دعا کنید. انشاءالله مهربان یک حقی که مسلمان به مسلمان دارد ایه که در حق همدیگر دعا کنید. و خاطر حضرت عمر رضی الله عنه میخواست خانه خدا بره و حج عمره کنه، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت با تو اجازت میتم یا عمر، نه که در دعایی که میکنی در گرد خانه خدا نام مرا فراموش نکن، در حق من دعا کن. تعلیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله این بود که امتی او در حق همدیگر دعا کنند. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله چند محتاج دعای عمر نبود، اینه که اون تعلیم برای امتش بود که در حق همدیگر دعا کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.